سلام بینندگانی عزیز، برنامه اطلاعاتی را حسن آغاز می‌بخشیم. در استودیو با شما من ملوینا منظر و قرار دارم. اینک متوجه باشید به سرخط مهمترین خبرهای روز. 4 کارمند اداره کمونالی ناحیه خراسان به هلاکت رسیدند. برای 276,000 نفر شهروندان تاجیک راه به سوی روسیه بسته شد. دانشجوی تاجیک را برای کار کردن در گوگل دعوت کردند. ازبکستان هنوز هم مقابل بنیاد راغون است. تاجیک دخترک 6 ساله در امریکا صاحب مدال تیلو استیتس گیم آف امریکا 2015 گردید. حادثه تصادفی در ناحیه خراسان جماعت دهاتی قلعه‌آباد رخ داد. 4 مرد سن و سالشان تا 50 رسیده که کارمندان اداره کمونالی ناحیه ذکر شده بودند، هنگام تازه کردن لوله اخلاق به هلاکت رسیدند. یکی از مسئولین حکومت ناحیه خراسان درباره این حادثه چنین ابراز اندیشه کرد که این 4 نفر هنگام تازه کردن لوله اخلاق در داخل چاه از هوای گاز اخلاط جمع شده تشناب‌ها نفسگیر شده به هلاکت رسیدند. طول 6 ماه سال روان به نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه 5220 مراجعت از مهاجران کاری شهروندان جمهوری وارد گردیده است که این نسبت به همین دوره سال گذشته 2.5 برابر زیادتر است. کاتب مطبوعات نمایندگی ابراهیم احمدوف در این رابطه اطلاع داد که مهاجران با مسائل گوناگون از قبیل رسانیدن کمک‌های حقوقی، مساعدت به حل و فصل بحث‌ها در رابطه با قراردادهای مهنتی، رسانیدن کمک‌های مادی و غیره مراجعت می‌کنند. از جمله در این دوره 199 مراجعت عاید به بیکار کردن قرارهای مقامات سودی درباره اخراج مأموری وارد شد، ابراز داشت ابراهیم احمدوف. به قول او شمار مراجعت ها در رابطه با مساعدت نمودن به حل مسئله بیکار کردن منع ورود به روسیه نیز افزوده، طبق معلومات رسمی بیش از 276,000 نفر شهروندان تاجیکستان در رویخط به اصلاح ورودشان منع قرار دارند. با مساعدت نمایندگی دوام 6 ماه سال جاری به مهاجران در حجم عمومی 14,19,482 روبل قرض از مزد مهنت پرداخت شده. 1297 شهروندان کشور در 36 ابیکت های خواجگیداری به جای کاری تامین کرده شدند. ضمناً ذکر گردید که همچنین با مساعدت نمایندگی در همدستی با فعالان دیاسپوراهای تاجیکان، صاحبکاران و تشکیلات‌های جمعیتی به شهروندان نیازمند جمهوری به مبلغ عمومی 2,610,400 روبل کمک مادی رسانیده شد. شرکت گوگل یکی از بزرگترین تورنمه‌های جستجوی اینترنتی در جهان است. این شرکت یک جوان تاجیک مهربان توراєв شاگرد گیمنازیای اینترنتی تاجیکستان و روسیه هوتام پو را به کار در گوگل پذیرفت. توراєв حالا دانشجوی یکی از دانشگاه‌های با نفوذ ژاپن است و از ماه سپتامبر کار را در گوگل آغاز می‌کند. مهربان توراєв طالب علم گیمنازیای اینترنتی تاجیکستان و روسیه هوتام پو 2 سال پیش در المپیاد از فن انفرماتیک در قزاقستان برنده مدال نقره و سال گذشته برنده مدال طلا و این سال هم در این عزمان میان نماینده 84 کشور سزاوار جای سوم و برنده مدال برنجی شد. مهربان توراєв در بخش برنامه‌سازی صاحب این همه جایزه ها شده است. عبدالفتاح هوتاموف راهبر این مؤسسه به خبرنگاران درباره این دانشجو چنین گفت: توراєv حالا دانشجوی یکی از دانشگاه‌های با نفوذ ژاپن است و از ماه سپتامبر کار را در شرکت گوگل سر می‌کند. ازبکستان فکر خود را نسبت به نیروگاه برقی آبی راغون دیگر نکرده است. سنه 1 اوگوست وزارت کارهای خارجی ازبکستان با نشریه یک اظهارات در سامانه رسمیش گفته است که موقع این کشور درباره بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون تغییر نیافته است. تاشکند برای همه موقع پیشینه‌اش پای برجاست. صرف نظر از تشخیص کارشناسان بانک جهانی این کشور با بنیاد راغون راضی نیست. در زمینه این اظهارات وزارت کارهای خارجی ازبکستان سخنرانی رستم عظیموف معاون نخست وزیر این کشور در الماتی را نشر کرده است. رستم عظیموف 18 ایول سال 2014 در نشست کارشناسان و نمایندگان حکومت‌های کشورهای آسیای مرکزی درباره تشخیص طرح راغون گفته بود که خلاصه تشخیص کارشناسان بانک جهانی طبق معیارهای جهانی صورت نگرفته است. عثمان علی عثمانزاده وزیر انرژتیک و ذخیره‌های آبی تاجیکستان 2 هفته پیش در صحبت با روزنامه‌نگاران گفته بود که بعد تشخیص بانک جهانی تاشکند در مسئله بنیاد راغون با ازبکستان یگان مشکلی پیش نیامده است. وزیر گفته بود که تاجیکستان تلاش دارد که با استفاده از امکانیت‌ها سال‌های نزدیک مردم را پرره با نیروی برق تامین کند.
سال تا سال شماره ورزشگرانی که در عرصه جهان بیرق کشور را بالا می‌بردارند زیاد شده است. سابرینا رسولووا ورزشگر تاجیک مقیم آمریکایی مدال طلای استیتس گیمز آف امریکا 2015 را صاحب شده است. سابرینا 6 ساله در مسابقه جودو که میان ورزشگران نورس تمام ایالت‌های آمریکا برگزار شد در وزن 27 کیلو قوه آزمایی کرده بر رقیبان خود پیروز گردیده است. در سبقت استیتس گیمز آف امریکا 2015 از خانواده رسولووا امیر 8 ساله برادری سابرینا نیز اشتراک کرده و در وزن 32 کیلو مدال نقره به دست آورده است. سابرینا و امیر فرزندان علیشر رسولوف شهروند تاجیکستان می باشند که 8 سال قبل کشور را به قصد زندگی در آمریکا ترک کرده حالا در شتات نبراسکا زندگی می کنند و به حیث مربی فعالیت دارد. همچنین دوره دوم مسابقه قهرمانان فوتبال تاجیکستان بین دسته‌های لیگ عالی برگزار شد. در دوره دهم مسابقه روز شنبه 5 بازی برپا گردید. دسته خیر شهر وحدت بر پرواز ناحیه باباجان غفور با حساب 1-0 پیروز شد. ریگر تدسی شهر ترسونزاده نیز با دسته مهمانی سیسکا پامیری دوشنبه با حساب 1-0 غالب آمد. تماشابینان عزیز، اینجا به پایان برنامه امروز رسیدیم. برایتان خبرهای نیک و بالید خاطری را آرزو می نماییم. تا بخشای نوبتی، خداحافظ.